من از 6 سالگی شروع کردم، 6 سالگی تکنوازی رو. بنپور شهری کوچک و آرام در قلب بلوچستان با قدمتی کهن و تاریخی دیرینه، زادگاه یگان دونلی نواز ایران زمین، شیرمرد موسیقی بلوچستان، شیر محمد اسپندار است. بزرگ مردی ساده که نوای دونلیش جهانی را لرزاند و آوای ملکوتی موسیقیش مرزها را فرو ریخت و تا آن سوی مرزهای دور طنین انداز شد. نوای دونلی نابغه موسیقی بلوچستان معجونی جادویی از ملودی و ریتم آرامش بخشش مرهم روح رنجور و محروم مردمان بلوچ شده است. مردمانی فراموش شده اما مغرور و سربلند با گذشت و مهربان، مردمانی ساده و صمیمی و با شکوه، با وقار و زلال، همچون نوای ملکوتی دونلی شیر محمد اسپندار. من از 6 سالگی شروع کردم، 6 سالگی تکنوازی رو. طوری همینجا همون نای بلوچی لبینه تکنوازی رو 6 سال شروع کردم همینجا. طوری هم نواختن هیچ نی نوازی به من هرید. من 1 سال بود مادرم دست دادم، اتیم بودم. پدرم گفت برو درس بخون. رفتم 1 کلاس، اول 1 کلاس خوندم فقط. دیگه از دست مادر زن از چیز زن پدر اندر فرار کرده سر به پاکستان گذاشت. نگذاشت درس بخونم. هیچ. برو یه زن بیار، علب بیار و گوشتن، این کار بکن، او کار بکن، برو تندور آتش بکن، نون بپزی، بالاخره نگذاشت. من دیگه سخت و سم دیدم، سختی دیدم، پا و فرار گذاشتم. یک کار که پدر من هست حساب کنم، پس این پوش لاری کن. همین کار که پدر من چیز کو دا بد من نیم گندم، یعنی پس 3 کیلو دان. کار که هم خوبه. پس 3 کیلو دانان آرز کو و همین 3 کیلو آرز پا پیاده 47 شب ما پیاده رفتیم کراچی. 47 شب 47 روز پا پیاده ما رفتیم کراچی. اگر پاکستانی وجود نداشته قبل از پاکستان ما رفتیم کراچی. انقلاب پاکستان ما همون بودم. قطعات زهیرک و کردی دونلی اسپندار گره بر زلف باد زده و تا خلوت‌ترین لحظات و دقایق روح و جان مردمان دیار بلوچستان جاری شده است. صدای دونلی اسپندار صدای همه شادی‌ها و رنج‌های مردمان بلوچستان است. صدای دونلی اسپندار صدای بی کلام مردمان بلوچ که ذره ذره‌اش تراوت نفس‌هایی است برخاسته از سینه‌هایی به وسعت دریای بزرگ مکران. شاید به دلیل بعد مسافت یا به دلیل محرومیت هایی که استان سیستان و بلوچستان داشته، بسیاری از زیبایی ها و جذابیت های این اقلیم زیبای کشور عزیز ما ناشناخته مانده است. از جمله اونها موسیقی استان سیستان و بلوچستان، موسیقی سیستانی و موسیقی بلوچستانی. بلوچ ها با توجه به اینکه
یک قوم مهاجر بودند و به نظر میاد که از شمال ایران به جنوب اومدند و یک مهاجرت تدریجی تاریخی داشتند. در بعضی از هنرها، مثلا هنر معماری، ممکنه که کارشون نمود چندانی نداشته باشه و آثاری از هنرشون دیده نشه، اما در هنرهای مخصوصا مثل موسیقی حرفی برای گفتن دارند و هنر موسیقی اونها میتونه در ردیف هنرهای موسیقی دیگر اقوام ایرانی برجسته و شاخص باشه. بدون شک این موسیقی زیبایی‌های فراوانی دارد، ارزش‌های فراوانی دارد، حامل پیام‌ها و ارزش‌های بسیار بکر و متعالی برای انسان هاست. من شاهری هم کرد همچین شعر من جتا هر جا عروسی بوده من برتک من جنینا ادر سرکوفک و سوال کردم من شعر توی کرد کردم جنینا من سرکوفک کردم نهارچی گفته و من شعر هم جتا گذشته مثلا که من مردین سرف چی بکنم مردین هم کوزه آدی کوزه دول هم هست کوزه جتا خانندگیش کو ای بس که صدا من خوب است من شواجه دیگه یواش یواش چی کنم. موسیقی جان و روان طبیعته، یعنی در واقع برگرفته شده وجودی هر طبیعت، چه انسان چه خود طبیعت با ندای موسیقی تعریف میشه. من رفتم گل کراچی، همون کراچی یا شبی جشنش گرفتن یا زمیندار توکل دیاروز کو ما رفتیم به سیل همون آدم گلا هر کس که نل ملکوی بلد هست وقتی معرفی بکردیم هشت شو مرندی تو مثلا دیگه همون مردمش نه گلا یا مصری جمالی هست از همون آدم نامی مصری از جمالی پامیره ای جمالیان خاصه مصری جمالی مال همی خاصه ایرانیه همشین نرجنیه سی چمان و داتا به شاه شهرباند که من چمان میتو بل من نل بلد با گل ای دونلی همایی جتا چمان کوه تا صاحب موقع دونلی در بگه پرشته موشه آسمانی هست همچین بلاهی هست مثل جمالی. موسیقی بلوچستان جایگاه ویژه‌ای داره. من همین دونلی همایی یاد کمو که یادم همه دا گل کد خدا ما آذریان هست نمود محمد رستم همه بوم بود من دو تا نلو همو گیا همین نلوکان من جد گل همین که خدا ما بابا بیل مردم شب تا صبح بواسه چونه تفسیر شب تا صبح گیتون نرجنه گرده آدی یکی جانا دو تا جانا. ویژگی موسیقی استان ما بکر بودن، دست نخورده بودن و خالص بودن اونه. با توجه به ویژگی که در موسیقی سیستان و بلوچستان وجود داره میتونیم از اون به عنوان یکی از موفق ترین موسیقی های فولکلور در کشور نام ببریم. آن چیزی رو که دونلی استاد شیر محمد اسپندار رو منحصر کرده و استثناء کرده از دیگر دونلی نوازان در سراسر بلوچستان به اعتقاد بنده سه چیز هست. یکی این که استاد بسیار خوب سازش رو میشناسه، از اون لحاظ که سازش رو بسیار دقیق کوک میکنه. اینا کوکشونه هم صدا میشه اینا هم صدا میشه اینا یعنی به نظر شما این مثلا یک ندار صدا میده وقتی کوک نباشم مشخص میشه که این دیگه صدا داره اون دیگه صدا یعنی یکی پایین یک بالا ولی وقتی این ما میندازه این چیز کوک میکنیم گویا که یک نی صدا میکنن هر صدا نیستن انگشت رو هم اینا نره ماده این نره این ماده است دنیا به همین ماده میمیره. روایت و حکایتی که در ملودی‌های شیر محمد اسپندار وجود دارد سیر و سلوکی است به دنیای عاشقانه ترین نواهای کهن ایران زمین. نوای دونلی اسپندار دعوتی است به دنیای شنها و ماسه های روان و هوی بادهای کویری. استاد در هنگام نواختن با آرامش خاصی می نوازه و نوت‌ها رو
و اون ضرباهنگ توی ملودی رو با آرامش اجرا میکنه. این آرامش منتقل میشه به تماشاچی و شنونده. نکته سوم که نوع موسیقی و نواختن استاد شیر محمد اسپندار رو منحصر کرده، انتخاب ملودی هایی است که استاد می نوازه. قالب خاصی هست به نام کردی تو اینجا، مثل لیکو این هم از 2 بیت تشکیل میشه که تو همین بنپور اجرا میشه و آهنگ خاصی هم برای خودش داره. دستگاهی در بلوچستان هست، راگی و مقام موسیقی در بلوچستان هست به نام کردی که در سراسر بلوچستان افراد محدودی هستند که این دستگاه رو به زیبایی اجرا میکنن و استاد شیر محمد اسپندار در اجرای این دستگاه کردی سبک خاص خودش رو داره. وقتی که ما در استانمون نواها و آواهای مختلف موسیقی رو در جهات مختلف میشنویم، همه از فضای جغرافیایی و طبیعی استان صحبت میکنه. استاد شیر محمد اسپندار سلطان جفت نینواز بلوچستان و کشور عزیزمان ایران هستند. آقای شیر محمد اسپندار در حال حاضر پیشانی هنر بلوچستان مخصوصا در بخش موسیقی به حساب میاد. استاد شیر محمد اسپندار یکی از بزرگان این عرصه است. این فرد با نوای نی خودش که به ویژگی دونیلی تبدیل کرده، تونسته اون آواهای اصیل استان سیستان و بلوچستان رو به خوبی و زیبایی خودش نشون بده. استاد شیر محمد اسپندار نگین درخشانی از جواهر فرهنگی و هنری استان سیستان و بلوچستان. شیر محمد اسپندار گویی از عمق تاریخ سرزمینش می آید. با وقار، امیدوار و با قلبی فراخناک به وسعت همه مهربانی های قوم بلوچ در طول تاریخ کهن این سرزمین. و بعد که 10 تا هم ادا من نرجع کنم همسایگان من گوش بابا تو رابطه پاکستان دیگر نلی حالا 2 تا نلی بر ما واپسی. موسیقی بلوچستان علیرغم زیبایی های خاصی که داره و اون فخامت خاصی که توی نوع موسیقی بلوچستان هست، به نوعی مظلوم واقع شده، چون که در سراسر بلوچستان هیچ آموزشگاه رسمی وجود نداره که هیچ سازی رو آموزش بدن. این نه صدا ظریفی داره، این غمگین است، این غم از دل مردم غم هم میاره و غم هم میبره، یعنی این نه دل خالی کننده است. دونلی رو هم خیلی به سختی میشه آموزش داد و به سختی هم میشه فرا گرفت. در نتیجه در بلوچستان تعداد دونلی نوازان خیلی زیاد نیستن. هم دونلی دار کلیرشون چوبه. این ایمان مال همین درخت، مال همین درخت کلیره که من پهلوش واسطادم. مثلا نه از این کارینا نیست که اینقدر صدا نمیده، فقط همین چوب کلیر صدا. یکی کلیر یکی گل. من پهلوی کلیر از مادر متولد شده، همین تو بنپور ما هست زیاده. خیلی مهمه. شهر منه، دیار منه، وطن من. اگر شما خوب فکر کنی این درخت کهوری
شاد همین درخت که بود سنش از من بیشتره، بلکه این 120 سال این درخت که بود است. من تازه 80 خورده سالمه. این قلعه بنپور 7774 سال سن قلعه بنپور تو موضع شیراز هست. این چیزش هیچ کس یاد نمیده این قلعه بنپور ساخت کیه، از کیه، چه دورانی، چه کسایی بودن اونها، چه رنگ روی داشتن، چه حکمی داشتن، هیچ کس یاد نمیده. آواز جینانا هیچ کشن هست از همیشی وقتش گواتی بود، 10 تا دیگه گواتی بود هر جا که جنین مثلا مریض بود، مریض روحی بود، اپا همه جنینش بود سپاهی مردم ها نلشید آ جنین پر بود، یا پوشید تو، یا پتره تو بگیره بداره تو. سو شب گواتی، 4 5 شب دیگه پسش کشت و پترش گفت و چه مردماش غذا وارین تو، نان و گوش می وارنشن دیگه و جانتش یکی مثل مات گواتیانه چیزی که بندی که درهنی که داد همه مریض هم امر خدا خوب بود دیگه، خوب کننده خدا دیگه سب کن خوب بود بنده خدا چی دیگه نام گواته شید شی گواتی جمهوری اسلامیه گواتش جمع کن. گوات چیه؟ اصلا چونکا مردم گوات هیچ نه کتابا نه چی دروگی هست، یک وسوسه یک هر چی که کتابی نی آی گوشه وسوسه عشق. من مدت نماز میخونم، مدت موسیقی می نوازم، هرچی یک وقتی داره. دغدغه شیر محمد اسپندار و بسیاری از اهالی موسیقی شرق کشور ما، سیستان و بلوچستان، ارزش‌های انسانی و قومی و محلی هست که طبیعتاً و حتماً سمت و سوی آن کمال و تعالی جامعه است. نشانی مسلمانی همیشه وقتی یک کنم گردار بکن، نه وقتی یک نارضایی پیم بکن، نه یکی تهمت بجه، نه یکی مال یکی بوار. دونلی شیر محمد اسپندار نمادی از اسطوره و اساطیر این سرزمین کهن است. یکی نر و دیگری ماده، یعنی آغاز باروری و زایش. یکی صدای مقام‌های باستانی بلوچستان است و دیگری آکورد. یکی می نوازد و دیگری دم می گیرد. نی سمت راست فقط شاهنوت‌ها را اجرا می کند و نی سمت چپ ملودی‌ها را می نوازد. و این هم نوایی، این یکی شدن در عین دوگانگی، آوای همبستگی جهانی را فریاد می زند. استاد اسپندار برای آنکه بتونه فضای زیبا و بکر استان ما رو نشان بده مسلط هست بر داستان‌های کهن این سرزمین. اگرچه زاده بنپور ایران شهر بلوچستان است، اما تو گویی زاده همه مکانهای تاریخی این گیتی پهناور است. تجلیل از استاد شیر محمد اسپندار یک فرصت هست، یک موقعیت مغتنم هست، اما حتما ما باید همیشه سال در همه روزها و ایام سال متوجه جایگاه رفیع هنرمندان ارجمند باشیم، به ویژه در این خطه. بسیار خوشحالم که همایش استاد در زمانی که ایشون خودشون در قید حیات هستن برگزار میشه. نسل جوان باید این افراد رو بشناسه، حتی مردم کشورمون هم با این افراد آشنا بشن. اسپندار نامی
ما امیدواریم بتونیم همچنان که در این مجموعه تونستیم این اتفاق رو انجام بدیم و به نتیجه برسونیم، این مجموعه بتونه کارهای دیگری برای زمینه‌های رشته‌های هنری دیگر هم این اتفاق رو جاری و ساری بکنه و بتونیم همچنان الگوهای خوبی رو برای نسل جدیدمون در زمینه‌های مختلف فرهنگ و هنر به نسل جدید معرفی کنیم. من اسفند ماه مادری بودم. من مادر اسفند ماه 1306. اگرچه زاده 1306 هجری خورشیدی است، اما تو گویی در همه اعصار میزیسته است. آن چیزی که خیلی مهمتر از برگزاری همایش هست استمرار این گونه برنامه هاست. خواهشی که من دارم همین مجموعه و همین سازمانی که این بزرگداشت رو برگزار میکنه و یا سازمان های مشابه بیان آثار آقای شیر محمد اسفندار رو از اولین آثاری که در اختیار هست و مستنداتی که در اختیار هست اونها رو جمع کنند و در یک مجموعه مستقل بله به نام ایشون اون رو بسیار نگهداری کنند و گردآوری کنند، ضبط کنند و به اطلاع مردم برسونند. آلبوم سبزینتاک هنر اصالت هنر ایشونو که انشالله تا چند وقت دیگه وارد بازار میشه میتونیم به وضوح ببینیم. رفت فرانسه گوشی بیا من فرانسه همدان ویزا کشیم تی جنزهگان یاره همدان تهمی فرانسه و این ساختمان در اختیار تهلی. من در جواب دادم آقا من یک سر ناهونی ایحاک ایران به تمام دنیا ندهیم. این برنای موسیقی بلوچستان به باور همه یگانه آواهای مقامی ایران زمین است. دراز بادا عمرش و پرتنین‌تر نوای ملکوتی دونلیش. این تجلیل در این مقطع هم فرصت بسیار شایسته است که ما را به عرصه تقدیر و تشکر و سپاسگزاری از استاد ارجمندی چون شیر محمد اسفندار فرا می‌خواند و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که این اتفاق بجا و شایسته در حال وقوع است.